من به نظرم خیلی نکته مهمه، ما باید روابط انسانی رو از هر گونه باور سیاسی و هر گونه باور مذهبی مهمتر بدونیم. خدا میدونه در همین ماه گذشته چندین مورد افرادی با من صحبت کردن. یه خانم به من زنگ زد که خارج از ایران هم زندگی میکنه، گفت بعد از 40 سال زندگی مشترک من به خاطر جنبش مهسای عزیز روسریمو برداشتم و همسر من 3 ساله که با من قطع رابطه کرده و دیگه نه با من حرف میزنه، هیچ گونه ارتباطی ما دیگه با هم نداریم. زندگی ما بعد از 40 سال به خاطر یه روسری متلاشی شد. ببینید شخص باید چقدر کوتاه فکر باشه که چون این مسئله حقیر و بی ارزشی رو به مسئله اینقدر مهمی تبدیل کنه که یک خانواده رو به خاطرش متلاشی بکنه. ما باید باور داشته باشیم که رابطه ما با برادرمون، رابطه ما با خواهرمون، رابطه ما با پدر و مادرمون، رابطه ما با همسرمون، با بچه‌مون، با عزیزانمون، با همکارانمون فراتر و والاتر از هر اختلاف نظر سیاسی و مذهبیه. ما میتونیم با هم مخالف باشیم ولی با هم دوست باشیم و به هم عشق بورزیم و کنار هم باقی بمونیم. این بیت مولانا رو برای 1000مین بار من میخونم و سیر نمیشم. زندگانی آشتی ضدهاست، مرگ آن کاندر میانشان جنگ خواست. وقتی که تفاوت‌ها کنار هم قرار میگیرن زندگی ایجاد میشه. وقتی که ما تفاوت‌ها رو دستمایه دعوا میکنیم مرگ ایجاد میشه. بنابراین لازم نیست تو من بشی یا من تو بشم از جهت باورها تا کنار هم بمونیم. ما با هم متفاوتیم ولی با هم دیگه روابط عاشقانه و صمیمانه و دوستانه میتونیم داشته باشیم. اگر بدونیم که ما در زمینه تفاوت‌ها رشد می‌کنیم، اینقدر به دنبال تفاوت زدایی از رابطه‌ها نمیریم و تفاوت‌ها رو غنیمت و فرصت می‌دونیم نه تهدید برای هویت خودمون. بنابراین مدیریت اختلافات و تفاوت نظرها و مدیریت تعارض‌ها در مسائل شخصی و در مسائل مذهبی و سیاسی یک راهکار مهم برای مراقبت کردن از رابطه هاست. 7مین راهکاری که برای مراقبت از رابطه باید ازش استفاده کنیم توجه به نیازهای فردی طرف مقابله، نیازهای ویژه طرف مقابله. دوستان جمله خیلی درخشانه، توجه کنید. تقریبا همه عشق شناسان در این نکته اجماع دارن تا جایی که من دیدم که یکی از مهمترین اتفاقاتی که در عشق میفته، هر نوع عشقی، حتی عشق به یک حیوان، عشق به وطن، عشق به کار، عشق به یک انسان، عشق به هر چیزی دیگری، یکی از مهمترین اتفاقهایی که میفته جابجایی مرزهای من وجود ماست. یعنی وقتی که ما عاشق میشیم مرزهای من ما، مرزهای وجود ما کماً و کیفاً دگرگون میشن. یعنی منی که تا دیروز جز به راحت خودم و رنج خودم و شادی و غم خودم نمی اندیشیدم، الان که عشق رو تجربه کردم یا مادر شدم یا پدر شدم دارم به رنج و راحت کسی دیگر بیرون از خودم می اندیشم. بنابراین عشق مرزهای من ما رو گسترده میکنه و کیفیت اون رو عمیق میکنه. عشق باعث همسرنوشتی میشه، یعنی خوشبختی دیگری میشه خوشبختی من و بدبختی دیگری میشه بدبختی من. رنج او میشه درد عظیم من و شادی او میشه مایه شادکامی من. بنابراین عشق مرزهای من ما رو دگرگون میکنه و یک هویت جدیدی به نام ما درست میکنه. یعنی 2 نفر 2 تا دایره رو در نظر بگیرید. استاد رابرت نازیک این جمله مال ایشونه. 2 تا دایره رو در نظر بگیرید که همدیگر رو قطع میکنن. اون جایی رو که همدیگر رو قطع کردن اونا رو پاک کنید، یه شکل قلبم در واقع ایجاد میشه. 2 تا انسانن که به هم رسیدن، در عین حفظ فردیتشون یک هویت جدیدی به نام ما تشکیل دادن. این ما برایند 2 تاست، فقط دیگه یکی از 2 طرف نیست. هر دو با هم در ساختن این ما مشارکت کردن. شاید به تعبیر خیلی زیباتری که مولانا داره میگه، عشق باعث میشه دیگری به منتر من تبدیل بشه و من هم به منتر او تبدیل بشم. ببینید این بیت در آسمان 7 دوستان، باش زندگی کنید. در 2 چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. اینه که در یک رابطه دیگری به جایگاهی میرسه که از تو توتر میشه، یعنی میشه من واقعی تو، از تو به تو نزدیکتر میشه. این معجزه است که در عشق اتفاق میفته. بنابراین او میشه من بلکه منتر من، یعنی از من هم نسبت به من نزدیکتر میشه و من هم نسبت به او همین وضعیت رو پیدا میکنم. دوستان اگر این اتفاق افتاد و من گفتم من تو هم
و یا اینکه من از تو توترم و تو منی و تو از من منتری، این فقط یک بیان لفظی نیست. اگر این اتفاق بیفته، لطفاً دقت کنید، اگر هویت جدیدی به نام ما تشکیل بشه، کل نظام انگیزشی دو طرف باید متحول بشه. دوباره تکرار میکنم، اگر واقعا وحدت بین دو طرف اتفاق بیفته، هویت جدیدی به نام ما اتفاق بیفته، کل نظام انگیزشی دو طرف باید از بنیاد دگرگون بشه. من نمیتونم بگم تو منی، بعد رنج تو برای من مهم نباشه، دردت مهم نباشه، شادی و غمت برای من مهم نباشه، ناکامی و کامیابیت برای من مهم نباشه. اگر گفتم تو منی و باور داشتم، تمام اون چیزایی که برای تو مهمن باید برای منم مهم باشن. بنابراین در عین حالی که یک هویت جدید به نام ما تشکیل شده، فردیت من سر جاشه، ایندیویدوالیتی، فردیت تو هم سر جاشه. عشق باعث یگانگی میشه ولی باعث نابود شدن فردیت نمیشه. دوباره تکرار میکنم، عشق اگر فردیت ما رو از ما بگیره دیگه عشق خوبی نیست. وقتی که دو نفر به یه نفر تبدیل شدن اصلا عشق بی معنا میشه. شرط عشق اینه که من تو باشم، من باشم، تو هم تو باشی، در عین حالم یک هویت جدیدی به نام ما تشکیل داده باشیم. پس طرف مقابل ما در عین حالی که جان ماست، در عین حال یک انسان ویژه است با افکار خاص، اهداف خاص، نیازهای خاص، خواسته های خاص خودش و من باید اونها رو ببینم و به اونها پاسخ بدم. جمله طلایی بعدی، یکی از بزرگترین عواملی که نمیذاره ما به نیازهای واقعی طرف مقابل پاسخ بدیم عبارت است از فرافکنی، پروجکشن. یعنی ما نیازها و خصوصیات خودمون رو پروجکت میکنیم رو طرف مقابل و بعد به خودمون در او پاسخ میدیم و گمان میکنیم به نیازهای او داریم پاسخ میدیم. این تراژدی بزرگی است که در رابطه پدر و مادر با بچه هم میفته. خیلی از پدر و مادرها از طریق بچه به ارضای نیازهای خودشون میپردازن و اصلا متوجه نیستن که دارن این کارو میکنن. در رابطه عاشقانه هم هستن فراوان کسانی که در معشوق به نیازهایی پاسخ میدن که اونها بازتابهای نیازهای خودشونن و گمان میکنن به نیاز طرف مقابل دارن پاسخ میدن. ما باید فرافکنی رو به حد اقل ممکن برسونیم با گفتگو کردن سریع و با خودآگاهی. خودآگاهی به این معنا که نیازها و خواسته های شخص خودمون رو بشناسیم، اونا رو با نیازهای طرف مقابلمون در نیامیزیم و بعد با گفتگو کردن و با دقت نیازهای او رو هم بشناسیم و بعد به ارضای نیازهای او بپردازیم، نه از طریق او به ارضای نیازهای خودمون بپردازیم. این بیت ها رو بشنوید دوستان، چقدر والان. چندان که خواهی در نگر در من که نشناسی مرا، زیرا از آن که دیده ای من 100 صفت گردیدم. در دیده من اندرا و از چشم من بنگر مرا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیدم. اینی که میگه بیاد تو چشم من، از من به من نگاه کن، یعنی منو آنگونه که هستم ببین، نه آنگونه که هستی. به نیازهای من جواب بده، نه اینکه به نیازهای خودت در من جواب بدی. این مسئله خیلی مهمیه. پس راهکار اینه که با کاستن از فرافکنی، با گفتگو با طرف مقابل، با خودآگاهی نسبت به نیازهای خودمون ارضا میکنیم نیازهای طرف مقابل رو و این رابطه رو محکم میکنه و شخص احساس ارزشمند بودن بهش دست میده. هشتمین راهکاری که برای مراقبت از رابطه عاشقانه وجود داره عبارت است از مدیریت غریزه نوجویی. دوستان عزیزم، یکی از ویژگی‌های انسان و حیوانات نوجویی است. خیلی با تمام وجود عذرخواهی می‌کنم، امیدوارم به عزیزان توهین نشه اگر این حرفو دارم توضیح میدم. الان اینو گفتم همه گوش میدن، کسی هم که گوش نمیدادن توجهشون جلب بشه. یه رئیس جمهوری آمریکا داشت، خیلی عذر می‌خوام واقعا ببخشید. یک رئیس جمهوری آمریکا داشت به نام کالوین کولیج. 30مین رئیس جمهور آمریکاست. توی گوگل بزنید کلی اطلاعات راجعش پیدا می‌کنید و یکی از خوشنام‌ترین رئیس جمهورهای آمریکاست. در دهه 20 میلادی 1923 تا 1929 رئیس جمهور آمریکا بوده. کالوین کولیج. یه روز کالوین کولیج و همسرش با همدیگه میرن برای بازدید از یک مزرعه دولتی. خیلی عذر می‌خوام، واقعا منو ببخشید، امیدوارم توهین نباشه ولی ناگزیرم اینو توضیح بدم. همسر از دو مسیر جدا، یعنی کسانی که اینا رو دارن راهنمایی میکنن تو مزرعه، یعنی دو تا مسیر جدا رو در پیش میگیرن.
خانم میره توی مرغداری و اونجا خروسی رو میبینه که مشغول جفتگیری با یک مرغ با شدت و حدت خیلی زیاد و با شور و شوق خیلی فراوان و این خانم مجذوب دیدن این صحنه زیبا میشه. یه مدتی به این صحنه نگاه میکنه و از شوق و اشتیاق این خروس خیلی در واقع سر ذوق میاد. از اون رئیس مرغداری میپرسه که این خروس روزی چند بار این کار انجام میده؟ میگه که دست کم روزی 10-12 بار. این خانم میگه که لطفاً آقای رئیس جمهور اومد اینجا، اینو بهش یادآوری بکنید که از خروس یکم یاد بگیره بالاخره روابط رو و بدونه که باید چه کار کنه. خب به رئیس جمهور میگن که خانم یه جور پیغامی رو برای شما فرستاده. آقای رئیس جمهور میاد توی مرغداری و اتفاقا میبینه بله خروس قهرمانانه در حال جفتگیری با یک مرغ دیگه است و بعد یکم نگاه میکنه و بعد از رئیس مرغداری میپرسه که این 10-12 باری که گفتید فقط با یک مرغ یا با مرغ‌های مختلف؟ گفت نه، هر بار با یک مرغ، با 10-12 تا مرغ. آقای رئیس جمهور گفت پس لطفاً اینو به بانوی اول بفرمایید. اسم این پدیده رو گذاشتن اثر کولیج یا کولیج افکت. اثر کولیج یعنی این که در بین حیوانات نر دنبال نوجویی هن. خیلی تحقیقات شده، من شرمم میاد که بخوام توضیح بدم واقعا برای شما. یعنی اینکه حیوانات نر در روابطشون عموما دنبال نوجویی هن و خیلی زود دلزده میشن. درباره انسان‌ها همین تحقیقات انجام شده و دیدن هم در خانم‌ها و هم در آقایون این مسئله وجود داره و البته در آقایون بیشتره این مسئله نوجویی. یعنی بعد از مدتی رابطه هر قدر که گرم و صمیمانه باشه ممکنه یک مقداری باعث دلزدگی، ملال و عادت و خستگی بشه و بنابراین دیگری ممکنه برای شخص عاشق یا برای همسر جذابیت بیشتری پیدا کنه. اون شخص دیگر رو اگر در نظر بگیرید در عموم موارد ممکنه که از همسر یا از محبوب پایین‌تر باشه، هم زیباییش پایین‌تر باشه، هوشش پایین‌تر باشه، اخلاقش پایین‌تر باشه، اما او یک قدرت داره، یه جاذبه داره. اون جاذبه چیه؟ جاذبه نو بودنه. این نو بودن میاد تمام اون فضیلت‌ها رو زیر سوال میبره. فراوان من افرادی با من گفتگو کردن که مرتکب خیانتی شدن یا رابطه بیرون از خانواده شدن، بعد که باشون صحبت می‌کنیم میگن واقعا این فرد جدید ما میدونیم که اصلا با همسر ما قابل مقایسه نبوده و نیست، ولی من نمیدونم چرا جذب او شدم. خب این تحقیقات زیادی انجام شده، مخصوصا نو بودن دوپامین رو به مقدار زیاد در وجود آدم در واقع آزاد میکنه. این باعث یک لذت زیاد میشه و افراد جذب پدیده‌های نو میشن. این نوجویی فایده‌های زیادی در زندگی داره، اما آفت بزرگ رابطه است. یعنی اگر مراقب رابطه نباشیم، رابطه به سرعت ممکنه به خاطر نوجو بودن ما برسه به یک سراشیبی زوال و آسیبی و برسه به یک سراشیبی آسیب و زوالی و خراب بشه در واقع. بنابراین باید با همه وجود ما مراقب غریزه نوجویی خودمون باشیم، مخصوصا وقتی 5-6 سال از رابطه گذشت این نوجویی ممکنه کار دست انسان بده. برای این منظور باید خود رابطه رو نو کنیم، یعنی سعی بکنیم با ایجاد برنامه‌های جدید، با ایجاد جذابیت‌های جدید، با برنامه‌های مشترک، با وقت گذاشتن و خیلی از کارهایی که انجام میدیم نو بودن رو به رابطه تزریق بکنیم، وگرنه این نوجویی میتونه کار دست رابطه بده، دو طرف رابطه بده. در واقع مطلب بعدی که می‌خوام در اینجا عرض کنم اینه که دوستان یک مطلب دیگر هم باید بهش توجه کنیم و اون این که خودمون هم در درون نو بشیم. اگر ما بیات بشیم و کهنه بشیم در درون، به سرعت در بیرون هر چیزی برای ما کهنه خواهد شد. ما باید مدام روی نو شدن درون خودمون کار کنیم. اگر اینجور باشه و ما در درون نو بشیم، پدیده‌های بیرون به سرعت برای ما نو میشن و شما اگر نو شده باشید امروز نسبت به دیروز، هر چیزی که امروز میبینید با دیروز دیگه متفاوت خواهد شد. راز مسئله در نگاه ماست. اگر نگاه ما نو بشه، پدیده‌ها هم به تبع اون نو خواهند شد. ببینید چقدر زیبا میگه مولانا: چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر. تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه در وی کف زدی. اون چیزایی که با عشق میریم دنبالشون بعد از چند وقت دل ما رو میزنن. هر که او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. هر که او بیگانه باشد با تو هم، پیش تو او بس مه است و محترم. بس عزیزی که به ناز اشکار شد، چون شکارت شد بر تو خار شد. از سموم نفس چون با علتی، هرچه گیری تو مرض را آلتی.
گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل جنگی شود، ور بگیری نکته بکری لطیف، بعد درکت گشت بی ذوق و کثیف. که من این را بس شنیدم کهنه شو، چیز دیگر گو به جز آن کهنه شد، چیز دیگر گو به جز آن ای عضد، چیز دیگر تازه و نو گفته گیر، باز فردا زان شوی سیر و نفیر. دفع علت کن چو علت خو شود، هر حدیثی کهنه پیشت نو شود، تا که آن کهنه برآرد برگ نو، بشکفاند کهنه صد خوشه ز گو. و به نظر مولانا و عشق شناسان هم به این نکته اشاره کردن، عشق پادزهر نوجوییه. یعنی اگر عشق رو تقویت کنیم در درونمون و عشق ما نیرومند بشه، این غریزه نوجویی در ما در واقع نسبت به همسر یا محبوب از بین خواهد رفت و ما همیشه در رابطمون نوی خواهیم دید. این بیت زیبا رو بشنوید، میگه، اینجا ننوشتم، میگه عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق واقعی اینه که در واقع هر لحظه نو میشه. اصلا عشق واقعی بیات شدن و کهنه شدن نداره. نهمین راهکار که دیگه وقت نیست توضیح بدم و ازش میگذرم، مسئله صداقت و دروغه. صداقت پاسدار بزرگ رابطه و دروغ و ریاکاری دشمن بزرگ رابطه است. یعنی به محض اینکه دروغ وارد رابطه شد، اون رابطه متلاشی خواهد شد. این موضوع طولانیه، دیگه ازش میگذریم. دهمین راهکار عبارت است از تعهد، کامیتمنت. دوستان این نکته رو عمدن انتخاب کردم، ولی متأسفانه دیگه وقت ما داره به پایان میرسه. این روزها من فراوان میشنوم که افراد میگن ما باید به خودمون متعهد باشیم. بنابراین اگر تعهد به خود مستلزم بی تعهدی به طرف مقابل شد، اشکالی نداره. اصل اینه که ما به خودمون تعهد داشته باشیم. بارها من اینو دیدم و شنیدم. شخص میبینی به همسر خودش خیانت کرده، یا به نامزدش یا به دوستش، وارد یک رابطه دیگه شده. وقتی میگی چرا، میگه من از اون رابطه دوم بیشتر لذت میبردم و چون به خودم تعهد دارم این کار رو انجام دادم. دوستان این مطلب که ما باید به خودمون تعهد داشته باشیم و تعهد به خود یعنی تعهد به کیف کردن و لذت بردن خود، یک خودفریبی بسیار بزرگه. تعهد به خود بسیار مهمه و اصل زندگیه. اگر ما به خودمون تعهد نداشته باشیم، به هیچ کس نمیتونیم تعهد داشته باشیم. ولی تعهد به خود یعنی چی؟ تعهد به خود یعنی تعهد به نیازهای خود، تعهد به اهداف خود، تعهد به مراقبت از جسم خود، تعهد به مراقبت از ذهن خود، تعهد به مراقبت از روابط خود. تعهد اینه که من مراقب رشد خودم باشم، تعهد به خود، نه اینکه فقط دنبال کیف و لذت برم. من باورم اینه که تعهد به خود رو اگر به معنی خود مراقبتی در همه ابعاد بگیریم، تعهد به خود هیچ منافاتی با تعهد به دیگری نداره و بلکه کسی که به خودش تعهد نداره به دیگران هم نمیتونه تعهد داشته باشه. از اون طرف هم میتونیم بگیم کسی که به دیگری تعهد نداره قطعاً به خودش هم تعهد نداره. تعهد به خود مستلزم تعهد به دیگری است و من باورم اینه که شخص وقتی وارد یک رابطه میشه باید چشم و گوشش رو بر هر رابطه دیگری ببنده، گویا در این جهان جز اون شخص کسی نیست که چون این رابطه رو میشه با او داشت. بنابراین تعهد به نظرم از عالی ترین و مهمترین ویژگی‌هایی است که باعث مراقبت از عشق میشه. 11مین مورد دوستان یک کمی عجیبه، اینو از استاد آلن دوباتن یاد گرفتم و البته بهش ایمان راسخ دارم. 11 بیان صادقانه عیب‌ها و نقص‌های خودمونه. خیلی نکته مهمیه دوستان. خواهش میکنم مخصوصا کسانی که جوان‌ترن اینو خیلی جدی بگیرن و کسانی که میخوان وارد رابطه بشن یا هنوز نشدن این نکته رو جدی بگیرن. یکی از بهترین راه‌ها برای مراقبت از رابطه اینه که وقتی ما با کسی می‌خوایم وارد رابطه بشیم، در جلسات اول در نهایت صداقت ایرادهای خودمون رو بذاریم کف دست او و به او بگیم من این ایرادا رو دارم، این ایرادهای فکری، اخلاقی، رفتاری و فلان. طرف مقابل یا ما رو با اون ایرادها میپذیره و میمونه یا نمیپذیره و میره. این احترامی است به او و احترامی است به ما. احترام به اوست. چرا؟ اگر ما ایرادهامون رو نگیم میتونیم تا یه چند ماهی بپوشونیم، ولی وقتی وارد رابطه شدیم بعد از 1 سال 2 سال 3 سال دیگه نمیتونیم مخفی کنیم، بالاخره معلوم میشه. فراوان من دیدم شخص معتاد بوده وقتی وارد رابطه شده 1-2 سال اول هم مخفی کرده، ولی بعد از 1-2 سال طرف مقابل دیگه فهمیده. طرف باید چند سال از عمرش تباه بشه تا ایرادهای ما رو بفهمه و این ضرر بزرگی است که ما به دیگری میزنیم. اخلاق و تعهد اخلاقی مستلزم اینه که ما برای وقت و انرژی دیگری احترام قائل باشیم، نذاریم او ایرادهای ما رو پیدا کنه، خودمون ایرادها رو به او بگیم.
و یک فایده هم برای ما داره که ما وارد رابطه نمیشیم با ترس و لرز و ما میفهمیم که طرف مقابل واقعا ما رو همونگونه که هستیم دوست داره یا با تصویری در ذهنش ما رو قاطی کرده. اگر دیگری از من واقعی ما متنفر باشه، بهتر از اینه که عاشق تصویر دروغینی از ما بشه که در ذهنش وجود داره. بنابراین اگر وارد رابطه میشیم، واقعا اخلاقی اینه که صادقانه بهش بگیم من این ایرادا رو دارم، سعی میکنم برطرفشون کنم، ولی الان این ایرادها در من وجود داره و حتی در خانواده من. این باعث میشه که رابطه در شفافیت و در اخلاقی بودن پیش بره. برای این موضوع خب البته باید فضای آرام، زمان مناسب و مکان مناسبی رو انتخاب کرد. 12مین مورد عبارت است از حساب و کتاب نکردن و چرتکه نینداختن. عده‌ای هستن که رابطه رو تبدیل میکنن به تجارت. یعنی اگر یه کار خوب کردن، در مقابلش یه کار خوب میخوان. اگر یه بار سلام گرمی کردن، انتظار یک پاسخی رو دارن. دوستان، هر وقت که رابطه به تجارت تبدیل بشه، این رابطه از بین خواهد رفت. بنیاد رابطه عاشقانه باید بر بخشش نامشروط، بر عشق ورزی بی قید و شرط باشه. هرگاه که ما حساب و کتاب کردیم و برای محبتمون چرتکه انداختیم، باید بدونیم که ما داریم ادای عشق رو در بیاریم. عشقی وجود نداره. عشق مستلزم پاکبازی و محبت بی قید و شرطه. حیف که فرصت نیست دیگه. فقط یه تیکه آسمانی از دفتر ششم رو تقدیم میکنم به شما. عقل راه ناامیدی کی رود، عشق باشد کان طرف بر سر دود. لاابالی عشق باشد نخرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. ترک تاز و تنگداز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. سخت رویی که ندارد هیچ پشت، بهر جویی را درون خیش کشت. خیلی جمله کوبنده ها. پیش میاد یه آدم بهره‌جویی و سودجویی رو در درون خودش بکشه. به نظر مولانا در عشق باید بهره‌جویی رو بذاریم کنار. اگر وارد عشق شدیم و دنبال بهره‌جویی هستیم، داریم فریب میدیم خودمون و دیگری رو. پاک میبازد نباشد موزجو، آنچنان که پاک میگیرد زهو. و 13مین مورد عبارت است از نیاز و فروتنی. دوستان، ما دو نوع ارتباط داریم. ارتباط مبتنی بر ناز و غرور و سختگیری و کنترلگری و خودکامگی که بهش میگیم الگوی ناز، و الگوی مبتنی بر فروتنی و افتادگی و ندیدن خود و احترام گذاشتن به طرف مقابل که بهش میگیم الگوی نیاز. اولی الگوی ناز بود، دومی الگوی نیاز. عموم افراد از راه الگوی نیاز میخوان به اهدافشون برسن. شما نظام‌های سیاسی همه دنیا رو ببینید، میخوان از راه کنترل کردن و سرکوب کردن و فشار وارد آوردن محبوبیت در بین مردم به دست بیارن. ناز محبوبیت رو از بین میبره. ناز به این معنی که گفتم. و راز مسئله در اینه که اگر دنبال رابطه خوب هستیم، ما باید با کیمیای نیاز، یعنی فروتنی و افتادگی، دنبالش بریم. غرور و تکبر و خودحق‌بینی و خودبزرگبینی قاتلان درجه اول رابطه عاشقانه و ما باید مراقب این قاتل‌ها باشیم. مولانا میگه که در واقع از شاهراه نیازه که ما میتونیم به محبوبیت و به عشق ورزیدن برسیم. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لی کم خایش که دارد صد خطر. این مثال رو دوستان یاد بگیرید. ایمن آباد است آن راه نیاز. اگر دنبال امنیت آباد میگردید، راهش نیازه. از شاهراه نیاز به امنیت میتونید برسید. ترک نازش گیر و با آن ره بساز. اگه دو آدم با غرورشون با هم روبرو بشن، زندگی متلاشی میشه. من باور قلبیم اینه که در جنگ بین تواضع و غرور، پیروز نهایی همیشه فروتنی و تواضعه. پرکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق خیزد. تو ناز کنی و یار تو ناز، چون ناز دو شد طلاق خیزد. ورزان که نیاز پیش آری، صد وصلت و صد عناق خیزد. یار است نه چوب مشکن او را، چون برشکنی طراق خیزد. ما با انسان سر و کار داریم، نه با چوب. با غرور و تکبر او رو میشکنیم ولی او رو بزرگ نمی کنیم. عزت نفس برای او فراهم نمیاریم. بنابراین از راه نیاز ما میتونیم به ایمن آباد برسیم، یا به قول حافظ، زاهد غرور داشت سلامت نبرد را، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. امیدوارم که وجودتون پر باشه از نور، ایمان و عشق و انشالله وقتتون ضایع نشده باشه. خیلی